سلام دوستان، امروز با آموزش اسکرچ در خدمتتونم از چنل سابز اسکیلز. و الان خودتون مشاهده میکنید دیگه تمام کدها و تمام چیزهایی که قرار در آینده یاد بگیریم به فارسی ترجمه شده که ما با هم حالت دیفالتش داریم و با حالت انگلیسی اسکرچ کار میکنیم. خب توی بخش بعدی که اسمش فایله یه بخش داره به اسم نیو که نیو چیکار میکنه. مثلا من حالا به طور رندوم دوتا در واقع کد اینجا میذارم و وقتی که میذارم رو نیو اینجا در واقع کلا میره از اول و یه صفحه جدید برای من باز میشه و اگه و کلا کاربردش اینه دیگه که اگه شما یه پروژه خراب ساخته بودین و می‌خواستین یه پروژه دیگه در واقع از اول درست کنید، نیازی نیست حالا برین دوباره اسکرچ رو ببندید و دوباره بازش کنید، میتونید از همینجا یه صفحه جدید در خودتون باز کنید. تو بخش بعدی load from your computer که load from your computer چیکار میکنه؟ شما اگه یه در واقع حالا الان مثلا این چیزایی که خودم من سیو کردم و الان میتونم لودشون کنم که حالا هر پروژه‌ای که ساختین رو میخواین دوباره در واقع حالا روش کار کنید یا میخواین باش بازی کنید یا حالا هر کاری که میخواین بکنین رو میتونید دوباره از اینجا در واقع بیارینش. و توی save to your computer خب همونطور که به شما گفتم شما میتونید سیوش کنید و حالا اونجا میتونید لودش کنید و اینجا میتونید سیوش کنید که اینجا میتونید برای پروژهتون اسم بذارید و سیوش کنید. تو بخش بعدی ادیت که الان با ادیتش کاری نداریم. تو این بخش خود برنامه برای ما بازی پیشنهاد داده و بازی‌های خودش آموزش میده. مثلا من الان به طور شانسی مثلا میزنم این بازی، الان خودش استایل ها داره که به ما میگه که اگه میخوای این بازی رو درست کنی باید چیکار کنی که این بازی رو بتونید درست کنی یا حالا هر بازی دیگه که خودتون دوست داشته باشید که کاتگوری های مختلف هم داره و اینجا هم اگه چیز خاصی مد نظرتون باشه از اینجا میتونید انتخابش کنید که حالا انیمیشنز، آرت، میوزیک، گیمز و حالا چیزای دیگه که میتونید ازش استفاده کنین و از بازیتون لذت ببرید. اینجا هم میتونید اسم پروژهتون رو انتخاب کنید. و مرسیم به این بخش. تو این بخش در واقع ما آموزش اسپرایت ها رو می‌بینیم و حالا چیزایی که در مورد اسپرایت هست. خب این چیزی که می‌بینید اسپرایت ماست و الان ما به این اسپرایتمون کار نداریم. تو این بخش ما انواع اسپرایت ها رو می‌بینیم که میتونیم برای حالا بازی ها و برنامه هایی که می‌خوایم بنویسیم در واقع برای برنامه هامون انتخابشون کنیم که اینا هم کاتگوری دارن که اگر شما در واقع چیز خاصی مد نظرتون باشه شما میتونید از اینجا انتخاب کنید، مثل انیماس، پیپل، فانتزی، دنس، میوزیک، اسپورت، فود و حالا چیزایی که مد نظرتون هم میتونید از اینجا انتخاب کنید که حالا مثلا من میتونم توپ بسکتبال بردارم و حالا میتونم با بسکتبال یه بازی درست کنم. و یه در واقع یه چیزی هست که یه بخش دیگه هم هست کنار بخش قبلی که نوشته choose backdrop که اینجا شما میتونید بکدراپتون انتخاب کنید که بکدراپی که قراره مثلا حالا اسپرایت هاتون توش باشن و حالا طبق چیزی که خودتون میخواید درست کنید و برای جذابیت در واقع برنامه‌تون خیلی بهتره. مثلا الان من میتونم این بکدراپ رو انتخاب کنم و حالا هر بازی که میخوام توش درست کنم. حالا من ببندم. خب حالا اینجا مثلا من میام روی این اسپرایت وان و از اینجا شما میتونید سایزش رو تغییر بدید. مثلا همونطور که خودتون مشاهده کردید سایزش رو 100 بود و الان من میتونم مثلا سایزش رو زیاد کنم بکنم 150. خب و همونطور که میتونم سایزش رو زیاد کنم پس بنابراین میتونم سایزش رو کم بکنم، مثلا میتونم بزنم 50 و حالا سایزش کوچیک شد و برای همه اسپرایت شما میتونید همچین کاری رو انجام بدید که حالا ما برمیگردونیم به همون حالت 100. و تو بخش بعدی شما بخش دایرکشن رو میبینید که ما الان با دایرکشن کاری نداریم ولی حالا شما میتونید مثلا از اینجا اسپرایتتون رو هر چقدر میخواین بچرخونید، میتونید ببرینش پایین، ببرینش چپ، ببرین بالا، ببرین راست و حالا
الان باش کاری نداریم، ولی حالا بعدها قراره که باهاش کلی کارهای خفن بکنیم. اینجا تو بخش شو شما میتونید اسپرایتتون رو یا شو کنید یا هاید کنید، یعنی که اینو ناپدیدش کنید یا یارش رو صفحه. الان مثلا من میتونم ناپدیدش کنم، میتونم ظاهرش کنم دوباره و حالا دوباره میتونیم حالا به بازیمون ادامه بدیم طبق برنامه‌ای که ریختیم براش. حالا اینجا هم یه بخش داره استیج که شاید براتون سوال باشه که این استیج دقیقاً چیه. خب استیج در واقع شما میتونید برای بکدراپتون هم حتی کد نویسی کنید که حالا ما الان به کاری به بکدراپمون نداریم، ولی کلا همونطور که میبینید برای بکدراپتون هم میتونید حالا هم آهنگ بذارید هم حالا چیز که الان با اینا کاری نداریم، بهتون توضیح میدم. و خب کلا با این الان کاری نداریم. و حالا میرسیم به بخش جذاب داستان، به بخش کدها که الان به کدها کاری نداریم، ولی کلا خودتون بدونید که اینجا بخش کد هاست و انواع کدها رو ما اینجا میتونیم ببینیم و قراره با این کد هم کلی کارهای خفن انجام بدیم. یه بخش دیگه است به اسم کاستومایز که کاستومایز چیکار میکنه؟ شما اسپرایتی که دارین رو میتونید کاستومش کنید. مثلا الان من از رنگ نارنجی گربم بدم میاد و دوست دارم یه رنگ روشنی بگیره، میتونم مثلا بیام رنگ آبیش بکنم و گربمو آبی کنم و همونطور که میبینید با این سطل رنگی کردم. و اگرم من رنگ مورد نظرم خیلی خاص بود، میتونم بیام با این گزینه‌ای که اینجا شما مشاهده میکنید میتونم بیام رنگ اون چیزی که میخوام رو انتخاب کنم. مثلا من رنگ چش گربه رو دوست دارم که سیاهه و میتونم دوباره گربه‌مو سیاه کنم. اینجا یه گزینه دیگه ما میبینیم که این گزینه چیکار میکنه. این گزینه شما میتونید کله یا حالا هر اجزای بدن حالا اسپرایتتون رو تغییر بدیم. مثلا من الان حتی بتونم چش اسپرایت من مثلا تکون بدم، کلا آره دیگه میتونم مثلا اینجوری بچرخونمش، میتونم حالا هر کاری که بخوام بکنم مثلا من این شکلیش کنم. و تو این بخش شما میتونید تغییر بدیم به چهرهش. مثلا من الان دوست دارم اینجا شکم بره بالاتر، اینجا شکم بره مثلا بالاتر، مثلا این شکلیش، مثلا اینم بیارم این شکلی کنم، مثلا بیارم این شکلی کنم و حالا میتونم تغییرات حالا هر تغییر دیگه این که دوست داشته باشم به اجزای بدنش بدم. اینجا هم که پاک کنه که میتونید حالا هر جایی بخواید مثلا پاک کنین باش این چیزا. و حالا از اینجا شما میتونید سایز پاک کنتون رو انتخاب کنید. مثلا من الان دوست ندارم انقدر بزرگ باشه، مثلا کوچیکش کنم و حالا این کوچیک پاکش کنم. سطح رنگ هم که بهتون توضیح دادم. این بخش هم شما میتونید در واقع اسپرایت اضافه کنید، حالا یه چیز خاص دیگه که خودتون مد نظرتونه. مثلا من دوست دارم الان یه توپم مثلا اینجا هم کشیده باشم خودم و اینجا هم یه توپ داشته باشم که حالا بعدش هم میتونم بیام با پاک کنم پاکش کنم که دیگه نباشه. و اینجا شما و با این گزینه شما میتونید یه چیزی روی حالا در واقع اسپرایتتون بنویسید. حالا من الان روی اسپرایت هم نمی نویسم، ولی کلا میتونید یه اسپرایت هم حالا خودتون اضافه کنید و حالا برنامه هایی که بخواید براش بنویسید و جذابیه. و حالا اینجا شما میتونید شکلم بکشین، طبیعتا میتونید خطم بکشین، میتونید یه مربع هم بکشید، میتونید مستطیل بکشید، میتونید مربع بکشید و حالا هر چی که خودتون دوست داشته باشید به سلیقه خودتون. و حالا کاستوم های مختلف هم داره با شکل های مختلف. و یه بخش دیگه هم داریم به اسم ساوند که الان با بخش ساوند کاری نداریم، که الان خودتون مشاهده کنید یه صدای بدی میده. و حالا هر چی که خودتون بخواید میتونید از اینجا مثلا انتخاب کنید و حالا صداهای مختلف